عاشقان حقیقی. در سال 3 هجری قبایل عدل و القاره نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده تقاضا کردند که تعدادی از مسلمانان را به منظور تعلیم آنان اعزام فرماید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم 6 تن از اصحاب خود را که از آن جمله عاصم بن ثابت، خبیب بن عدی و زید بن دثنه نیز بودند همراه آنان اعزام فرمود. وقتی اینها به نقطه الرجی که در میان عصفان و مکه قرار دارد رسیدند، با مسلمانان غدر و خیانت نمودند. نخست گفتند ما با شما عهد و پیمان می‌بندیم که شما را قتل نکنیم. بعضی از مسلمانان گفتند ما هرگز عهد و پیمان مشرک را قبول نداریم. آنها جنگیدند تا اینکه به شهادت رسیدند. اما زید بن دثنه، خبیب بن عدی و عبدالله بن طارق خود را در اختیار مشرکین قرار دادند. مشرکین آنها را اسیر نمودند و عبدالله بن طارق را در راه به شهادت رساندند و خبیب و زید را به قریش فروختند. خبیب توسط حجیر بن ابی احاب خریداری شد تا او را در عوض پدرش احاب به قتل رساند و زید بن دثنه را هم صفوان بن امیه خرید تا او را به انتقام پدرش امیه بن خلف بکشد. کفار زید را برای قتل و اعدام از حرم بیرون بردند. گروهی از قریش آنجا گرد آمدند. ابو سفیان نیز در میان آنها قرار داشت. ابو سفیان رو به زید کرد و گفت تو را به خدا قسم ای زید، آیا دوست داری که اینک محمد به جای تو نزد ما می بود و تو در میان خانواده ات می بودی؟ زید گفت من دوست ندارم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هر کجا که هست خاری در پایش فرو رفته و اذیت شود، در حالی که من در میان خانواده خود نشسته باشم. ابو سفیان وقتی این مطلب را شنید چنین گفت من هیچ کسی را سراغ ندارم که کسی دیگر را چنان دوست داشته باشد که یاران محمد وی را دوست دارند. و سرانجام زید را به شهادت رساندند. اما خبیب هنگامی که او را به قصد اعدام به سوی چوبه دار آوردند به آنها گفت اگر اشکالی نمی بینید به من اجازه بدهید که 2 رکعت نماز بخوانم. گفتند اجازه دارید بخوانید. او 2 رکعت نماز با خشوع و خضوع ادا کرد. سپس رو به مردم کرد و گفت قسم به خدا اگر شما گمان نمی کردید که من از ترس مرگ نماز را طول داده ام حتما بیشتر می خواندم. آنگاه این اشعار را به زبان سرود فلست ابالی حین اقتل مسلما على ای شق کان فی الله مصرعی و ذلك فی ذات الاله و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو موزعی. هنگامی که در حال اسلام کشته شوم باکی ندارم که از کدام جانب بر زمین می افتم. این قتل به من به خاطر خداست و اگر خدا بخواهد به بندهای از هم گسسته و پاره پاره شده برکت می دهد. فاجعه بئر معونه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعدادی از اصحاب خود را بنا به پیشنهاد و تقاضای عامر بن مالک به سوی نجد فرستاد تا قوم او را به اسلام فراخوانند. تعداد این اصحاب 70 نفر بودند که همگی از مسلمانان نخبه بودند. وقتی این گروه به محل بئر معونه رسیدند، قبایل بنی سلیم، عصیه، رعل و زکوان علیه آنان تجمع کرده و قصد خیانت نمودند و آنها را در محاصره قرار دادند. وقتی مسلمانان این وضعیت را دیدند شمشیرها را برداشته و به نبرد پرداختند و به جز 1 نفر همگی به شهادت رسیدند. آن 1 نفر هم حضرت کعب بن زید بود که تا زمان غزوه خندق زنده بود
و روز خندق به شهادت رسید. جمله‌ای که سبب مسلمان شدن قاتل گردید. در همین سریه حضرت حرام بن ملحان رضی الله عنه به شهادت رسید. او را جبار بن سلما به قتل رساند. سبب اسلام آوردن جبار بن سلما نیز جمله‌ای بود که هنگام شهادت از زبان حضرت حرام رضی الله عنه شنیده بود. جبار میگوید آنچه مرا به مسلمان شدن وادار کرد این بود که من وقتی نیزه را در میان دو کتف حرام فرود بردم به طوری که نیزه از سینه او بیرون آمد، شنیدم که می گفت فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه که من کامیاب شدم. من در دل خود گفتم این چه کامیابی و موفقیتی است؟ آیا مگر من او را نکشتم؟ بعدها در مورد این گفتار حرام سوال کردم و من گفتم که منظورش از موفقیت و کامیابی شهادت بود که به آن نایل آمد. با خود گفتم قسم به خدا او کامیاب و رستگار گشت. همین چیز سبب شد که من اسلام آوردم. تبعید بنو نذیر. قبیله بزرگی از یهود به نام بنو نذیر هم پیمان مسلمانان بودند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به منظور کمک گرفتن درباره خونبهای 2 نفر مقتول از بنی عامر نزد آنها رفتند، زیرا بنو نذیر و بنی عامر هم پیمان بودند. بنو نذیر از یک طرف به نرمی سخن گفتند و قول مساعدت دادند، ولی از طرف دیگر نقشه ترور و خیانت به رسول الله صلی الله علیه وسلم را طراحی نمودند و در دل خود پنهان داشتند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در کنار دیواری از خانه هایشان نشسته بودند. در همین حال بعضی مخفیانه با هم گفتند در آینده چنین فرصتی با این مرد نخواهید یافت. آیا کسی هست که بالای خانه برود و سنگ بزرگی بر روی وی بیاندازد و ما را از دست وی رهایی دهد؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همراه اصحابش نشسته بودند و حضرات ابوبکر و عمر و علی رضی الله عنهم نیز در میان آنها بودند. دیر نگذشت که وحی آسمانی از توطئه شوم یهود پرده برداشت. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فوراً برخاسته و به مدینه آمدند و مسلمانان را برای جنگ و حرکت به سوی بنو نذیر آماده ساختند. سپس به سوی بنی نذیر حرکت کردند و منطقه آنها را محاصره نمودند. ماه ربیع الاول سال 4 هجرت بود. این محاصره 6 شب به طول انجامید. خداوند متعال در دلهای آنها رعب و وحشت افکند به طوری که خودشان از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درخواست کردند که آنها را جلای وطن نماید و از ریختن خونشان خودداری فرماید. البته به آنها اجازه داده شود که بجز اسلحه از بقیه اموال و کالاهای خود هرچه بتوانند با شترها حمل نمایند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم این درخواست آنها را پذیرفتند. بنی نذیر به اندازه بار شتر وسایل و اسباب خانه برداشتند. وضعیت طوری بود که خانه های خود را با دسته های خود منهدم می‌کردند و وسایل را بر روی شترها می‌گذاشتند و حرکت می‌کردند. قرآن مجید در خصوص همین غزوه می‌فرماید هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا یا اول الابصار. اوست خدایی که برای نصرت اسلام بیرون کرد کافران اهل کتاب را از دیارشان در اخراج اول از اطراف مدینه به منطقه خیبر. هرگز شما مؤمنین گمان نمی کردید که آنها خارج شوند از دیارشان، در حالی که گمان می کردند آن کافران که حفاظت کننده ایشان باشد قلعه هایشان از عقوبت الله. پس آمد برایشان عقوبت الله از آنجا که گمان نمی بردند و افکند در دلهایشان ترس را از سپاه اسلام که خراب می کردند خانه های خود را به دست خیش و به دست مؤمنین. پس درس عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت. عده‌ای از یهود به سوی خیبر
و عده دیگر به سوی شام مهاجرت کردند. بدین طریق مسلمانان برای همیشه از لانه فساد و مکر و توطئه، نفاق و خیانت آنها رهایی یافتند. و کفی الله المؤمنین القتال، و کفایت کرد الله امر جنگ را از جانب مسلمانان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اراضی و اموال باقی مانده آنان را میان مهاجرین اولین تقسیم کردند. غزوه ذات الرقا. در سال 4 هجری رسول الله صلی الله علیه و سلم به قصد جهاد با اهل نجد حرکت کرده در نخلستان فرود آمدند. در این غزوه 6 نفر مسلمان که از میان آنها یکی ابو موسی اشعری بود، بر یک شتر به نوبت سوار می شدند. پاهایشان ترک برداشت و ناخنهایشان افتاد. آنها برای رفع رنج پیاده روی کهنه های پارچه به پاهای خود می پیچیدند. به همین دلیل این غزوه و غزوه ذات الرقا موسوم گردید. طرفین به یکدیگر نزدیک شدند، ولی جنگ در نگرفت و همدیگر را می ترسانیدند. نماز خوف در همین غزوه مشروع گردید. چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از غزوه ذات الرقا به اتفاق همراهان خود بازگشتند، در وسط راه در یک وادی پردرخت به قصد استراحت فرود آمدند. مردم پراگنده شدند و هر یک زیر درختی به استراحت پرداختند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیر درخت سمورایی نشسته و شمشیر خود را بر درخت آویزان کرده بود. جابر تعریف می کند که مشغول خواب بودیم. ناگهان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را صدا زد. وقتی به خدمت آن حضرت رسیدیم دیدیم که یک مرد صحرانشین کنار آن حضرت نشسته است. آن حضرت فرمودند این شخص شمشیر مرا در حالی که من خواب بودم برداشته. وقتی بیدار شدم دیدم بالای سرم شمشیر کشیده. به من گفت چه کسی حالا تو را از دست من نجات می دهد؟ گفتم الله. اینک او نشسته است، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم او را مجازات نفرمودند. غزوه هایی که در آنها درگیری و جنگ اتفاق نیفتاد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ماه شعبان سال 4 هجری حسب میعاد ابو سفیان به طرف بدر رفته و آنجا فرود آمدند و در انتظار ابو سفیان به سر بردند. ابو سفیان یک بار بیرون آمده ولی دوباره از تصمیم خود منصرف گشت و گفت ای مردم، امسال سال قحط و خوشسالی است. من برمیگردم، شما هم برگردید. خداوند مومنین را از قتال کفایت کرد. در همین سال غزوه دومة الجندل اتفاق افتاد که در آن هیچ مشکلی پیش نیامد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه بازگشتند. جنگ احزاب یا غزوه خندق، شوال سال 5 هجری. ماه شوال سال 5 هجری غزوه خندق یا جنگ احزاب به وقوع پیوست. این جنگ از جمله حوادث سرنوشت سازی بود که در تاریخ اسلام و مسلمین اثرات ژرف و دراز مدتی به جا گذاشت و در تعیین سرنوشت دعوت اسلامی و گسترش اسلام نقش بسزایی داشت. جنگی بود بسیار شدید که مسلمانان در آن به طرز بی سابقه‌ای مورد ابتلا و آزمایش واقع شدند. قرآن مجید وضعیت جنگ را این چنین ترسیم نموده است: اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. یاد آورید وقتی را که لشکر کفار از بالا و پایین شما حمله ور شدند، آنگاه که چشمه ها خیره ماندند و جانها به گلو رسید و به وعده خدا گمانهای مختلف کردید. در آنجا مؤمنان امتحان شدند و جنبانیده شدند جنبانیدن سخت. سبب این جنگ یهودی ها بودند.
ماجرا از این قرار بود که هیئتی از یهود بنی نظیر و یهود بنی وائل نزد قریش مکه رفتند و آنها را به جنگ علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم برانگیختند. قریش که در جنگ رسول الله صلی الله علیه و سلم را آزموده و از قبل در آتش جنگ سوخته بودند، از جنگ ترسیدند و اظهار بیمیلی نمودند. اما هیئت یهودی با سخنان فریبنده خود مسئله جنگ را بسیار زیبا و آسان نشان دادند و گفتند هیچ مشکلی ندارید، ما در کنار شما هستیم، همگی دست به دست هم می‌دهیم و کار مسلمانان را یکسره می‌کنیم. قریش خوشحال شده و احساس دلگرمی نمودند و خود را برای جنگ و مبارزه آماده کردند. هیئت یهودی بعد از توافق با قریش نزد قبیله غطفان رفتند و آنها را نیز به جنگ علیه مدینه فرا خواندند و آماده نمودند. سپس نزد بقیه طوایف و قبایل دور زدند و طرح جنگ علیه مدینه و موافقت قریش را عرضه کردند و حمایت و موافقت همه را به دست آوردند. بدین طریق یک اتحادیه نظامی تشکیل گردید که مهمترین اعضای آن قریش، یهود و غطفان بودند. شرایط این اتحادیه نظامی نیز تصویب گردید. مهمترین شرط این بود که قبیله غطفان 6000 رزمنده برای ارتش مشترک آماده کند و یهود محصولات یک سال نخلستانهای خیبر را به غطفان بپردازند و قریش 4000 رزمنده برای ارتش مشترک تدارک بیند. بدین طریق ارتش 10,000 نفری آماده نبرد گردید و ابوسفیان به فرماندهی کل قوا منصوب گشت. سخن حکمت آمیز گمشده مومن است. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمانان از لشکرکشی دشمنان اسلام به مدینه و تجمع احزاب برای جنگ با اسلام و تصمیم خطرناکشان مبتنی بر نابودی مسلمانان اطلاع یافتند، همگی به فکر این افتادند که چی کار کنند. بالاخره خود را برای جنگ آماده کردند و قرار گذاشتند که داخل مدینه بمانند و از آن دفاع نمایند. ارتش مسلمانان بالغ بر 3000 نفر رزمنده بود. اینجا بود که حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه پیشنهاد کرد که دور مدینه خندق بکنند. حفر خندق یکی از تاکتیک های جنگی فارسیان بود. حضرت سلمان گفت یا رسول الله، ما در سرزمین فارس هرگاه از تهاجم اسواران احساس خطر میکردیم، برای جلوگیری از خطر آنها خندق حفر می نمودیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این پیشنهاد او را پذیرفت و فوراً دستور داد در قسمت شمال غربی مدینه که زمین هموار است و بیم نفوذ دشمن از آن طرف می رود خندق بکنند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسئولیت حفر خندق را میان اصحاب تقسیم کرد. هر 10 نفر موظف بودند به اندازه 40 گز حفر نمایند. طول خندق حدود 5000 گز و عمق آن حدود 7 تا 10 گز بود و عرض آن 9 گز و چندی بود. روح مساوات و غمخواری میان مسلمانان. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصا در حفر خندق شرکت کرد تا مسلمانان را به تحصیل اجر و ثواب ترغیب و تشویق نماید. رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان با علاقه و جدیت کار میکردند. سرما خیلی شدید بود. چیزی برای خوردن وجود نداشت. گاهی برای رفع گرسنگی چیزی میافتند و گاهی هم نمیافتند. ابو طلحه میگوید ما خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از گرسنگی خود شکایت کردیم. سنگهایی را که بر شکم بسته بودیم نشان دادیم. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی لباس خود را بالا زد دیدیم که 2 سنگ بر شکم مبارک بسته است. با این وصف صحابه بسیار خوشحال و شادمان بودند و پروردگارشان را می‌سوداندند و شعر می‌خواندند، نه شکایت می‌کردند و نه خستگی خود را نشان می‌دادند. حضرت انس رضی الله عنه میگوید روزه رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف خندق تشریف بردند. دیدند مهاجرین و انصار در سرمای صبحگاهی خندق میزنند و کسی نیست که آنها را کمک کند. وقتی رنج و گرسنگی آنها را مشاهده نمودند فرمودند اللهم ان العیش عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. بار الها، همانا زندگی حقیقی زندگی آخرت است، پس انصار و مهاجرین را مغفرت فرما.
آنها در پاسخ آن حضرت صلی الله علیه و سلم چنین می گفتند: نحن الذين بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. ما کسانی هستیم که با محمد پیمان بسته ایم بر جهاد تا مادامی که زنده هستیم. حضرت انس رضی الله عنه اضافه می کند وضعیت آذوقه طوری بود که به اندازه یک مشت جو می آوردند، با آن غذای بدمزه درست می شد و به مصرف می رسید. نور فتوحات عظیم اسلامی در تاریکی های محاصره و مشکلات. در دوران حفر خندق مسلمانان با تخت سنگ بزرگ و سختی روبرو شدند که کلنگ بر آن کار نمی کرد. خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گزارش دادند. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را مشاهده کرد، کلنگ را به دست گرفته و فرمود: بسم الله. آنگاه کلنگ را بر سنگ زد و یک سوم آن را شکست و فرمود: الله اکبر. کلیدهای خزانه های سرزمین شام به من داده شد. دوباره کلنگ را زد و یک سوم دیگر سنگ را شکست و فرمود: الله اکبر. کلیدهای کشور فارس به من داده شد. سوگند به الله، من اینک کاخ سفید مدائن را مشاهده می کنم. سپس بار سوم کلنگ را محکم بر سنگ زد، بسم الله گفت و بقیه آن را شکست و فرمود: الله اکبر. کلیدهای یمن به من تحویل داده شد. سوگند به الله، همانا من اکنون دروازه های صنعا را از اینجا مشاهده می کنم. این پیشگویی ها در زمانی صورت گرفت که مسلمانان با زنده ماندن خود دچار شک و تردید بودند. بعضی دچار گرسنگی و عده‌ای از سرما می لرزیدند و دشمن بر سرشان مسلط بود. معجزه های نبوی. در بحبوحه همین مشکلات معجزه های شگفت انگیزی به دست مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ظاهر می شد. هرگاه مسلمانان در حین کندن خندق با سنگ بزرگ و سختی روبرو می شدند، آن حضرت مقدار آب می خواست و در آن آب دهان می انداخت و دعا می کرد. سپس آب را بر سنگ می پاشید. سنگ سخت به توده ریگ تبدیل می شد و فرو می ریخت. برکت در غذای اندک. معجزه دیگر آن حضرت صلی الله علیه و سلم ظهور برکت در غذای اندک بود که همه لشکر را سیر کرد و کفایت نمود. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت می کند: ما خندق می کندیم. مردم نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده عرض کردند: اینجا با تک زمین سخت و کلفتی روبرو شده ایم که حفر آن مشکل است. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: خودم آن را درست می کنم. سپس برخاست در حالی که سنگ بر شکمش بسته بود. آن تکه سفت و سخت را با کلنگ زد که بر اثر آن همچون تپه ریگ روان گشت. من وقتی حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم عرض کردم: یا رسول الله، اجازه فرمایید که به منزل بروم. ایشان اجازه دادند. من به منزل رفتم و به همسرم گفتم: رسول الله صلی الله علیه وسلم را در حالی دیدم که صبر و تحمل آن مشکل است. آیا چیزی برای خوردن دارید؟ او گفت: ما فقط مقدار جو و یک بزغاله داریم. من فوراً بزغاله را ذبح کردم و همسرم کمی جو آرد کرد. وقتی گوشت را داخل دیگ گذاشتیم، من خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدم. آرد آماده نان بود و دیگ بر اجاق گذاشته و نزدیک بود پخته شود. عرض کردم: یا رسول الله، کمی غذا آماده کرده ام، شما و یک یا دو نفر دیگر تشریف بیاورید. آن حضرت پرسیدند: چقدر است؟ من مقدار آن را عرض کردم. آن حضرت فرمودند: خیلی زیاد است. برو به همسرت بگو دیگ را پایین نکند و نان را از تنور بیرون نیاورد تا اینکه من بیایم. آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب به تمام مردم فرمودند: برخیزید برویم. مهاجرین و انصار بلند شدند. وقتی من پیش همسرم رفتم گفتم: وای بر تو، رسول الله با مهاجرین و انصار و همراهانش تشریف می آورند. همسرم گفت:
آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم از شما چیزی پرسید؟ گفتم بله. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آورده به مردم گفتند داخل شوید ولی ازدحام نکنید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم شخصا نان را تکه تکه می کرد و گوشت بر آن می گذاشت. همین که نان و گوشت را از تنور و دیگ بر می داشت، درب تنور و دیگ را می پوشانید. بدین ترتیب آن حضرت صلی الله علیه وسلم غذا به اصحابش تقدیم می کرد تا اینکه همگی سیر شدند. بعد به همسرم فرمود اکنون غذای باقی مانده را هم خودتان بخورید و هم به دیگران هدیه کنید، چرا که مردم دچار گرسنگی شدند. در روایت دیگر به نقل از جابر رضی الله عنه آمده که فرمود من آهسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادم که ما یک بزغاله ذبح کرده و مقدار 1 صاع آرد جو داریم، شما و 1 نفر دیگر تشریف بیاورید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فوراً با صدای بلند اعلام کرد و فرمود ای اصحاب خندق، جابر شما را دعوت کرده است. آنگاه که از بالا و پایین حمله آور شدند. قریش با ارتش 10,000 نفری خود به سوی مدینه حرکت کردند و در جوار مدینه مستقر شدند. غطفان نیز با تمام متحدین خود شرکت داشت و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم به اتفاق 3,000 نفر از مسلمانان برای مقابله با کفار آماده شد. بین قریش و آن حضرت صلی الله علیه وسلم فقط خندق حایل بود. مسلمانان با بنی قریظه از قبل عهد و پیمان بسته بودند، اما حیا بن اخطب که سردار بنو نضیر بود آنان را وادار به نقض عهد و پیمان نمود. بنو قریظه بعد از درنگ و امتناع بالاخره عهد و پیمان خود را زیر پا گذاشتند. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیرامون این مسئله تحقیق نمود و از آن با خبر گشت، ناراحتی و پریشانی مسلمانان بیشتر شد و ترس و وحشت آنان شدت گرفت. از طرف دیگر نفاق بعضی از منافقان نیز آشکار گشت. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی اوضاع را بحرانی دید، تصمیم گرفت که با قبیله غطفان صلح برقرار کند، مشروط بر اینکه 1/3 محصولات مدینه را به آنها بپردازد. انگیزه این تصمیم دلسوزی آن حضرت صلی الله علیه وسلم نسبت به انصار و آسان گرفتن بر آنان بود، زیرا آنها بیشتر از دیگران مسئولیت و بار جنگ را بر دوش داشتند. اما بعد از اینکه حضرت سعد بن معاذ و سعد بن عباده ثبات، استقامت و قاطعیت خود را در مقابل دشمنان نشان دادند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم از تصمیم صلح با غطفان منصرف کردند. سعد بن معاذ گفت یا رسول الله، ما و اینها زمانی که در عقیده شرک و پرستش بتها به سر می‌بردیم و خدا را نمی‌شناختیم و پرستش نمی‌کردیم، در آن وقت اینها فقط در صورتی از محصولات مدینه استفاده می‌کردند که یا مهمان می‌شدند یا بهای آن را می‌پرداختند. یا رسول الله، امروز که خداوند متعال ما را به نعمت اسلام و هدایت مشرف ساخته و به ما توسط شما و لطف خویش عزت بخشیده است، چگونه می شود ما اموال خود را در اختیار آنها قرار دهیم؟ یا رسول الله، ما انصار به چنین صلحی نیاز نداریم. سوگند به الله ما هیچ چیزی به جز شمشیر برای آنها نداریم تا اینکه خداوند متعال بین ما و آنها قضاوت فرماید. اینجا بود که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود هرچه نظر شما باشد همان درست است.